از این خاطر از همه خواهرها التماس دارم که نزد جادوگرها نروید. برای بهبودی زندگیتان برای شما بهترین راه وجود دارد. همان خانه‌ای که تو زندگی میکنی، خسر داری، خوشتامن داری، برادرهای شوهر است، خواهرهای شوهر است، خود شوهر است، اونها را شما احترام کنین، با قدر اون اولاد برسین، هر سخنی که شوهر میگوید اطاعت کنین. با خدا قسم اون شوهر از اولادش دیده تو را دوستتر میداره، تو را احترامت میکنه. و این نسخه های اونها دروغ هستند، اونها تأثیر ندارند. در بعض کتاب ها دوستان خدا میگویند که کسان جادوگر شده میتوانند که هیچگاه باید که اونها با تن حلال نگردند، یعنی دائم باید با جنوب باشند. در آن صورت نسخه اونها تأثیر میکنه، زیرا اونها کافر هستند. از روی معنا یک معنا دارند. یک تای این کسی هست که با زن همسایه زنا میکنه، یعنی یا از نبودن شوهری او استفاده میبرد یا دیگر حالتها را استفاده میبرد. با زن همسایه وقتی که زنا میکند، این هم از همون 7 طایفه هستند که در لعنت خدا گرفتار هستند. و دیگرش آزاردهنده همسایه، کسانی که همسایه را آزار میدهند، اونها هم در لعنت خدا گرفتار هستند. پیغمبر خدا میگوید 3 بار این لفظ تکرار کردن: والله لا یؤمنون، والله لا یؤمنون، والله لا یؤمنون. قسم به خدا گفتند که ایمان ندارد، ایمان ندارد، ایمان ندارد. قیل من یا رسول الله، گفته شد از جانب صحابه های پیغمبر: ای پیغمبر کی هست که ایمان ندارد؟ پیغمبر خدا گفتند: الذی لا یأمن جاره بوائقه، کسی که همسایه دارد لکن از شر او، از ضرر او ایمن نیست، این ایمان ندارد. گفتم پیغمبر، یعنی یک همسایه داری که هیچ جا سفر کرده نمیتوانی از دست بدبختی همون همسایه رو، چه از روی زبانش، چه از روی دستش، چه از روی افعال بدش، چه از نیتهای بدش، دویم ترسان است که شاید که با زن من، شاید با دختری من، شاید با فرزندهای من ضرر این همسایه برسد. اگر این گونه همسایه در پهلوی ما و شما باشد، پیغمبر گفتند قسم به خدا گفتند این همسایه ایمان ندارد.